بعد از چند سال طولانی که حضرت نوح علیه السلام آدمان را دعوت میکردند، چند نفر به آن حضرت باور کردند و پیروی ایشان شدند. باقی مانده آدمان از پس مالداران و ثروتمندان که در سر قدرت بودند از پس آنها رفتند. آنها به نفرانی که مال زیاد داشتند برتری میدادند و آنها را حرمت میکردند و خداوند این را در سوره هود آیه 27 ذکر کرده است. پس جماعت از قوم او که کافر بودند گفتند: تو را به جز آدمی مانند خویش نمی بینیم و نمی بینیم که مردم پیروی تو کرده باشند مگر آنان که فرومایگان ما اند، ظاهر بینان. یعنی آن فرومایگان هم به ظاهر نگریسته به تأمل سرسری به اندیشه عمیق پیروی کردند و برای شما بر خود هیچ بزرگی نمی بینیم بلکه شما را دروغگو می پنداریم. آنهایی که به حضرت نوح علیه السلام پیوستند نفرانی بودند که زیر ظلم و شکنجه قرار گرفته بودند. آنها قشاقترین مردم قوم بودند. آنهایی که باور نمی کردند به حضرت نوح علیه السلام می گفتند که تو خود نگاه کن که پیروان تو که ها اند. خودی تو نیست یک آدم هستی مانند ما، همان چشم و گوش و بینی که تو داری ما هم داریم، برای همین برتری در تو نسبت خیش نمی بینیم. بعد حضرت جواب دادند و جواب حضرت در سوره هود آیه 28 ذکر شده است. گفت: ای قوم من، آیا با آن خبر می دهید که اگر من از پروردگار خود بر حجت باشم و او به من از نزد خود بخشایش داده باشد، پس حقیقت آن بر شما پوشانیده شده باشد، آیا شما را بر آن مجبور کنیم و در حالی که شما ناخواهان باشید؟ لیکن قوم حضرت نوح علیه السلام باز هم با ایشان بحث را ادامه دادند. سوره هود آیه 29: و ای قوم من، از شما برای این پیغام رسانیدن مال طلب نمی کنم. مزد من جز بر خدا بر کسی نیست و من یک سکوننده مؤمنان نیستم. یعنی از صحبت خود به درستی که آنها با پروردگار خیش ملاقات کننده هستند. ولیکن من شما را قوم می بینم که نادانی می کنید. نوح علیه السلام چیزی که می خواستند می گفتند، زیرا حضرت خوب فهمیده بودند که برای کار خود یگان مزد نمی گیرند و طلبگار آن هم نیستند و مزد ایشان تنها نزد پروردگار است. زیرا اگر نفرانی که به حق دعوت می کنند اگر به کسی اطاعت می کرده باشند، سخنان آنها تأثیری کمتر دارد نسبت به آنهایی که به کسی اطاعت نمی کنند. بعد قوم حضرت نوح علیه السلام به حضرت گفتند که خوب، ما تو را میپذیریم، لیکن با یک شرط. آنهایی که حالا پیروی تو هستند آدمانی فقیرند که از همه پسترین آدمانند بین ما و بعد از آنی که ما ایمان بیاوریم باید که با آنها یک جا نشینیم. یعنی بایان و ثروتمندان با آدمان کمبغل و ضعیف باید که یک جا بنشینند؟ نه، این کار ناشدنی است. تو آنها را از اینجا ران، زیرا آدمان بزرگ دیگر هستند که میخواهند اینجا باشند. و عیناً همین گونه سخنها از جانب قریشی ها بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نیز گفته شده بود. سوره هود آیه 30: و ای قوم من، اگر من آنها را برانم که به من از عقوبت خدا نصرت می دهد، آیا پند نمی گیرید؟ حضرت نوح علیه السلام گفتند: ای قوم من آنها را نمی رانم و اگر من آنها را برانم بعد از غضب الله
کی مرا این نگاه خواهد داشت؟ و در بسیار سوره های دیگر نیز آمده که حضرت نوح علیه السلام آیید این چه گفتند؟ حضرت گفتند که اینها در دنیا، یعنی که آدمانی بایی که همراه حضرت بودند، از حضرت نوح علیه السلام خواهش کرده گفتند که ما دین تو را قبول میکنیم، لیکن با یک شرط، با همان شرطی که وقتی که ما دین تو را قبول کردیم تو باید این آدمانی که حالا حاضر دین تو را قبول کردند و خیلی آدمان فقیر هستند، بعد از اون که ما دین تو را قبول کنیم تو باید که اینها را از نزد خود رانی، زیرا که ما نمیخواهیم که بایان و ثروتمندان با همراه فقیران و بیچارگان یکجا نشینند و اگر تو اینها را برانی خیلی آدمان ثروتمند و با نفوذ دیگری هستند که میخواهند در جای اینها باشند. حضرت گفتند که اینها در دنیا چیزی را به دست نآوردند، مرتبه و درجه اینها در دنیا آنقدر بلند نیست، لیکن خداوند از دلهای اینها باخبر است و اینها ایمان آوردند. من آنها را نخواهم راند. حضرت نوح علیه السلام می دانستند که اگر این شرط آنها را قبول کنند بعداً باز شرط دوم، سوم و همین طور شرط های دیگر پیدا شدن میگیرند، زیرا انسانی که به تو از یک جانب حمله میکند بیگمان از جانب دیگر نیز حمله خواهد کرد. برای همه سوالهای آنها حضرت نوح علیه السلام جواب داشتند، لیکن آنها با وجود این هم ایمان نمی آوردند. این دعوت حضرت نوح علیه السلام چقدر دوام کرد؟ خداوند آیه این در قرآن کریم در سوره عنکبوت آیت 14 ذکر کرده است: و به درستی که نوح را به سوی قوم او فرستادیم، پس او در میان آنها 50 سال کم از 1000 سال توقف کرد. پس آنها را طوفان در گرفت و آنها ستمکار بودند. یعنی که 950 سال، 50 سال کم از 1000، 950 سال حضرت بین قوم خود دعوت میکردند. تا این دم حضرت به دعوت آنها مشغول بودند و به سوالهایشان جواب میدادند، اما اکنون بعد این قدر سال آنها را به حضرت نوح علیه السلام تهدید میکردند. یعنی که 950 سال حضرت به دعوت آنها مشغول بودند، لیکن بعد این قدر وقت همین آدم هایی که حضرت نوح علیه السلام آنها را دعوت میکردند آنها الکی تهدید میکردگی شدند. و این در سوره شعرا آیت 116 آمده است. گفتند: ای نوح، اگر بازنمایی البته از سنگسار شدگان شوی. یعنی آنها گفتند که ای نوح، اگر باز نمانی البته از سنگسار شدگان شوی. آنها گفتند که اگر این کارت را بس نکنی ما تو را تا مردنت سنگسار خواهیم کرد. لیکن پیامبران الله بسیار با صبر بودند و نوح علیه السلام نیز یکی از آنها. در سوره هود آیت 31 آمده است: و به شما نمیگویم که خزینه های خود را نزد من و به شما نمیگویم که خزینه های خدا نزد من است و نه آن که غیب را میدانم و نمیگویم که من فرشته هستم و به کسانی که چشم شما به آنها بخاری می نگرد نمیگویم که خدا به آنها هیچ نعمتی نخواهد داد. خدا به آنچه در ضمیر آنهاست داناتر است، هر آینه من آنگاه از ستمکاران باشم. بعد خداوند از آنه که چگونه آنها حضرت نوح علیه السلام را دیوانه خواندند در سوره قمر آیت 9 ذکر کرده است: پیش از این قوم نوح دروغ شمردند، پس بنده ما را دروغگوی داشتند و گفتند دیوانه است و او آزرده شد.
بعد آخر در آن آدم ها آمدند بعد در آخر همان آدم ها آمدند نزد حضرت نوح علیه السلام و به ایشان گفتند. سوره هود آیت 32. گفتند ای نوح، با ما جدال کردی و جدال ما را بسیار کردی. اگر از راستگویان هستی پس آن چرا که وعده میکنی بیار. آنها گفتند که ای نوح، تو با ما اینقدر بحث کردی، با سوالهای ما جواب میدادی، ما را دعوت میکردی. اگر این سخنان تو راست است پس کجا است آن چیزی که تو میگویی؟ بیار آن جزایی که وعده دادی. نوح علیه السلام بسیار صبر کردند، ولی صبری همه تمام شونده است و این چنین پیامبران الله نیست. یگان پیامبر تا آنجای صبر نکرده است که عاقبت او را نابود کرده باشد. سپس حضرت نوح علیه السلام دستان خود را برداشتند و دعا کردند و دعای ایشان در سوره صافات آیت 75 آمد. و در واقع نوح ما را آواز داد، پس ما نیکو قبول کننده دعاییم. خداوند میگوید که نوح به سوی ما دعا کرد و ما همان زمان به دعای او جواب دادیم. انشاءالله در قسم آینده از دعایی که حضرت نوح علیه السلام کردند و خداوند در حال جواب داد صحبت خواهیم کرد. خداوند نگهبانتان باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.